دوستان در دل یک جای نامشخص داریم یک ماشین مشخص رو جمع میکنیم. استاد بفرما ببینیم داری چه بلایی سر این 206 میاریم. ببین این 206 رو میبینی، این موتور و گیربکس خودش رو در میاری. یه دونه موتور 406 میخواین یه موتور بندازین، توربو نمیتونه باهاش چیز کنه، مسابقه بده. یعنی واقعا خیلی قویه که فابریک خیلی قویه، خیلی قوی تره. آره این خیلی قویه، هم گیربکسش با موتورش، آره هم حتی رامش هم از زیر کندین، رامو کلا کندین، رامش هم عوض میکنین. رام و گیربکس کلا با موتور 100%. این ویدیو دومش هم میذاریم، باهاش هم مسابقه میدین، نشونتون میده که این چجوری راه میره. یعنی قرار این 206 حسابی قدرت نمایی کنه با این موتور جدید. دوباره این دومین بار این در این کارو میکنیم. واقعا یعنی یک راه رفتن داره. فکونده ما خودمون 8 سیلندر شارلت داریم، نتونیم